دوستان ما امروز به کوچه گل فروشی آمدیم. اینجا میبینین دوستان بسیار گلک‌های مقبول و رنگارنگ هم آوردن. است که روی روان انسان شاد می‌سازد. دیگه بر لحاظ استفاده کنی گل خو یک چیز مقبولی خاص خود داره. چه قسمی گل میزنی؟ از روی کدام کتلاک هست یا خودت تمت از ذهن و مفکوره خود یک دیزاینر که مقبول براش انتخاب کردی گل میزنی؟ نه فعلا از کتلاک است. دیگه مشتریا که میاد تا که کتلاک نبینن و تا از ذهن و مفکوره و چیزا چقدر وقت است که در این مسلک گل فروشی هستین کار میکنین؟ والا دیگه یک 25 سال میشه دیگه تقریبا اینجا آمدیم کار کردیم دیگه. ماشاءالله. اینا دوستا هر کسی رو گمرسان میکنیم ماشاءالله از 10 سال خیش پایین نبود. خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی سلام وقتتان بخیر. امیدوار هستم خوب صحتمند و سرحال باشید. باز هم در یکی دیگر از برنامه هدف میدیا امید بکتاش در خدمتتان هست و دوستان ما امروز به کوچه گل فروشی آمدیم. اینجا میبینین دوستا بسیار گلک‌های مقبول و رنگارنگ هم آوردن. ما هم خواستیم بیایم اینجا صحبت بکنیم با اینا چند نوع گل میتونین اینجا پیدا بکنین، کدام گلک‌های مقبول و زیبا اینجا هست و کاروبارشان چطور هست. ما رو همراه کنین دوستان. سلام، خوب هستین؟ سلام برادر، خوب هستین؟ تشکر. سلامت. اجازه میدید بیایم داخل دکانت یا نه؟ بفرمایید. سر راه استاده هستیم و تو خیرها را بسته که اجازه نمیدین. خوب هستین ان شاء الله؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستید؟ بخیر باشین. بخیر و سلامت باشید. اول میشه نام مقبول برامون بگید. اسم عبدالبری هاشمی هستم، مسئول گل فروشی. خب بسیار خوب عبدالبری جان. اول رو بگو بر دوستا که چقدر وقت از خودت در این مسلک هستی کار میکنیم گل فروشی را؟ شاید یک 14-15 سال است. 14-15 سال ماشاءالله. خیلی تمام عمر دیگه مصروف همی کار بودی جانا. خب بسیار خوب. چطور از این روزا باز کاروبارتان مزه‌اش هست نیست؟ چطور است؟ والا الحمدلله شکر جان جوری پاچویی است، اما از نگاه کاروبار نیست. در مجموع مثل که کاروبار دیگه کسانی است، از گل فروش هم نیست. در مجموع از همگی کاروبار نیست یا تنها از خود؟ در مجموعه است که کلگی شاید از جان دیگه. برو خوب است. باز اگر سر یک نفر باشه نه باز بسیار زور میتاده. مثلا که تو کاربار از دکاندارتون خوب باشه، از دکاندارم خوب باشه، از تو مسلک گلسازی چی میگنین که کاربار دیگه مسلکام نیست. به اندازه است مثل سابق ور کافی نیست کاربار دیگه جانا. ایره بر دوستا بگو که چند نوع گل در دکانت موجود هست؟ چند نوع گل تازه دارین؟ چند نوع گل خشک دارین؟ یه طور از گلای مصنوی که است مختلف است و گلای تازه هم که است مختلف است، چون موسم بهار است. زیادتر از خود افغانستان است. مختلف از جان مرسل است، استتس است، گلادون است، گل روغنی سفیده که سوسن است. زیاد ناما داره دیگه. یعنی خوب است آدم مسلکش باشه باز چی میگن اون نامایشان هم بسیار خوب یاد میگیره. من فقط اونم یک دو سه نوعش شاید نامش بفهم که یکی گل مرسل است، یکی گل گلاب است، دیگه‌اش شاید قدر زیاد نفهم. این گلک‌ها بسیار مقبول هست. گلای زرد هم رنگ است هم بسیار بلوز مقبول پوشیدی خودت. این گلاب نام چی یاد میشه؟ قربان جان این گلک است، گلک روغنی است و پالوش که از گلک سیچ است. این پلاستیکی است این گلاب؟ نه یاد تازه. یک دانش بالا میشه بالا کنی یک دانش. خب چی دست است خب به خاطر از این دوستا وقتی که از دور ببینیش نه بسیار مشابه با گلای پلاستیکی هستی. این به خاطر از همین نامش هست که گل روغنی است. خب مثل مصنوعی را معلوم میشه، اما دقیقاً تازه هم است. بوی بسیار از خود یک بوی مقبولی خود خاص خود داره جانم. این گلا را باز به خاطر دکور منازل استفاده میکنین ازش، به خاطر دکور موتر و اینا را بیشتر شما گل میزنید دیگه. کدامش بیشتر به خاطر منازل هست، کدامش به خاطر موتر هست؟
طور از برادر امی گل که از به سلیقه هر انسان است. کسی هست که به حساب تحفه میگیره، کسی هست به حساب منازل میگیره، کسی هست به حساب محفل‌های خصوصی است و بسیاری موارد است به حساب کنفرانس‌های دولتی است. دیگه بر هر حساب گل که است که روی روان انسان شاد میسازه. دیگه بر لحاظ استفاده کنی گل خو یک چیز مقبولی خاص خود داره، دیگه استفاده میشه جان. این فرق نمیکنه دیگه، مشخص نیست کی بر منزل است کی بر موتر، هر کدامش که خوش کردن نمره برشان استفاده میکنه. دور از دنیای گل کس بسیار یک دنیای زیباست. به شکل که انسان اگر ما گل ساز هستم میتونم با مشیوه درستش او را کار کنم یا چیز کنم و هر مشتری ذوق خود داره. مثلا کسی میاد استیج داره، محفل زنده داره که میگه بسته محفل مرا پیش بر. او اگر شینه خوری باشه او رنگ مختلف داره، مثلا کلا میخواد نقره و سفید کار کنین، طلایی سفید یا سمندی کار کنین، باز مطابق از ما مطابق فرمایش از ما هم گل از او انتخاب میکنیم. کسی است که باز بیشترین مصرف که ما داریم گل جگری و سرخ است که زیادتر کسا گل سرخ و جگری علاقمند زیاد داره جان. دیگه بیشتر رنگ عاشقانه داره نه؟ بله به اون خاطر بیشتر در عروسی و اینا ازش است. زیادتر بیشترین گل دیگه سرخ جگری ما استفاده زیاد داریم. این گل بیشتر دوستا میگن که رنگ زرد رنگ جدایی هست. یعنی ببینین که آوردن تا در موتر گلفروش در خانه هم از اینا استفاده میکنن. این تعبیرها غلط است. خب هر کس از دیدگاه خود چی میکنه، تعریف میکنه گل دیگه. باز زیادتر حالا مروج از دیگه گل میکس کار میشه، در گل پشت در استیجا کار میشه. این مشکل نیست، در کنفرانس های دولتی کار میشه، به حساب از کسی مریض دیدن میره یک سبد گل یا یک گلدان گل میبرن، اون مشکل نیست برادرم. بخیر و سلامت باشی، خیلی ممنون از خودت. قربانتون. این گل دیگه اجازه است ما بگیریم یا پس بانی میشه؟ صدقه سرتون دگام گلان در اختیار. سلامت باشین، خیلی ممنون. همین بیش بسیار خوش اومد. تشکر باشید. قربانتون. خب دوستا با عزیز ما صحبت کردیم در مورد گلاش. اینجا گلای بسیار مقبول داره. شما چند تصویر مقبول و زیبا از این دکان ببینین، از گلای مقبول. ما هم بریم با دوستای دیگه که اینجا هستن صحبت میکنیم، ببینیم که اونا چند نوع گل دارن در دکانشان. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین؟ بخیر. خیر و سلامت باشین. اول بار دوستا خود یک معرفی بکنید. اسم من نوید است، یک تن از دکاندار کوچه گلفروشی شهر ما. بسیار خوب. نوید جان، چقدر وقت از خودت گلفروشی میکنی این کار پیش میبری؟ وقت یک 10 سال میشه زیادتر. بسیار خوب. خیلی خوب است، تجربه بیشتر دارید این کار. خوب است دیگه. کاروبار دارید روسا. خوب است، فرض خدا دیگه این گل سازی که از روز به روز رواج است، دیگه این تجربه نداره، به خاطر زیاد روز به روز مودا و چیز تغییرات میکنه دیگه. زیاد مودا نو برآمده میره. امسال کدام مودا نو برآمده است؟ در گل خودت گفتی مود نو مودا یعنی؟ خود دیگه نه این گلام است نو برآمده دیگه. پدنوس شیرین خوری و چیزا ما داریم نو برآمده دیگه. گلای خشکام است، اینا کلش تغییرات داره دیگه. نوید جان، خودت گفتی که چیزا دیگه تجربه کار نداره نه؟ گفتی که روز در روز نو مبره. اگر یک نفر نو بخواد این کارو شروع بکنه، مثلا واسه اگر بخوایم این کارو میلا کنم بیایم گل فروشی بکنم، باز میتونم این کارو کنم؟ میتونی خود دیگه از زمانگیر است. به خاطر دیگه تجربه خیلی کار نداره. به تجربه نمیشه. بر دوستایی را بگو که چند رقم گل مصنوی دارید در دکان، چند نوع گل تازه دارین، کدامش بیشتر کار میکنین ازش؟ گل تازه خود گل مرسل است، زیاد تمو استفاده میشه دیگه. باز امروی گلای یکم گلای دیگه میکس است، خود زیاد تازه کس مرسل کار میشه. باز در خشکا کس گلای خشکش باز این گلای بخملی است، این گلکای ساتانی است، من گلای چوبی است، گلوش کار شده زیاد. گلای چوبی است نه؟ نه اینیش که است، این که ساتانی است، چوبیش که سونو است. های نگاه چوبی است. چقدر مقبول باز اینا را تو دیزاین داده. اینا رو باز خودت هم تو مقبول اینا دیزاین میتشان یا دیزاین کردگی میارین چند جایی؟ نه یا چیز به دیزاین است، بازیجا دیزاین شده میره. خب بسیار خوب. یعنی دیگه دیزاین کردن از این خودش تجربه میخواد. وقتی که آدم مسلکش نباشه، تجربهش نباشه، نه
من کار که دارم میتونه واقعا گل سیاه و سفید و سرخ را وقتی که اجای کنار هم دیگه چیده میشه یک مقبولی خاص را خودش پیدا کرده است. چقدر وقت خودت کار کردی روی دیزاین از این کارا که یاد گرفتی نمی دیزاین کردی؟ وقت این چیز دیگه این وقتش مثال یک ماه 20 روز باز زیاد کسا کس همرنگ خانه مطابق خانه دیزاین میکنن باز به ما فرمایش میتن که مثال اینی گلا را به رنگ خانه پرده تخت خواب بر ما جور بکنیم باز ما آماده میسازیم برشون که اینی رنگ ها را مثال استفاده میکنیم. خب را دیگه که تمام بشه باز با سلیقه خودتان میمونه هر کاری که خودتان کردین دیگه نمره. حالا کدام وقت هم شد است مثلا یک نفر فرمایش داده باشه تو این اتاق مرا ببین یک دکوره که بسیار مقبول خودت از خود جور کن. وقتی جور کرده باشی باز آماده باشه دیده باشه اتاق خودت که جنجال کرده باشه که نه باید یه تو میشه نظرت. نه دیگه ان شاء الله تو چیز نمیشه. ما که برشان که جور میکنیم اما اتاق چیز مطابق کتلاک جور میکنیم برشان دیگه ان شاء الله کدام چیز بخیر باشی نوید عزیز سلامت باشی خیلی ممنون از خودت. بخیر سلام. پیام حرفی گفتنی اگر داشته باشی بر دوستا کم بخیر باشی سلامت باشین. خب دوستان با نوید جان هم صحبت کردیم در مورد گلا براتون گفت. زمانی که می آمدیم دکان نوید جان یک چیزی که اونجا در چشم ما خورد موتر بود که گل میزدن. بیاین بریم پیش از این رفیق ما کم مزاحم کار شویم و کم ببینیم که موتر از چگونه گل میزنه. دوستا کوچه گل فروشی شهر کابل هستیم و همراه دوستا صحبت کردیم در مورد گل ها چند نوع گل هست. اینجا هم دوستای هستیم ما گل میزنن موتر را بیا کم مزاحمشون شیم و امروزشان پرسان بکنیم چگونه گل میزنن چطور واقعا این کار کم مشکل هست از دیدگاه ما که تجربه نداریم برای ما مشکل معلوم میشه که واقعا مشکل. سلام خوب هستین؟ سلام بدر وقت شما خوش. خوب هستین؟ تشکر سلامت باشین. اول میشه یک معرفی داشته باشین بر دوستا خدا. اسمم عبدالفتاح است. یکی از گل فروشان شهر نو. خب بسیار خوب عبدالفتاح جان. این موتر دیگه چه قسمی گل میزنی؟ از روی کدام کتلاک هست یا خودت تمام از ذهن و مفکوره خود یک دیزاینر که مقبول برش انتخاب کردی گل میزنی؟ نه فعلا از کتلاک است دیگه. مشتریا که من تا که کتلاک نبینن و تا از ذهن مفکوره و چیزا نمیشه باز بر دوستا و رفیقا و چیزا که میشه باز بعضی کتلاک‌ها که از ذهن خود جور میکنیم باز پورا خودم یک دیزاین طرح دیزاین میکنیم. دیگه دیزاینای دیگه مشتریان من کلش از روی کتلاک هستن. یعنی هم خودتان یگان دکورک‌های مقبول را برشان پیشنهاد میکنین و اونایی که باز اگر پیشنهادهای شما را قبول نکردن برشان کتلاک نشان میدید. کدام را بیشتر مردم انتخاب میکنن؟ طبعا دیگه اینقدر دیزاینی که در گلپوشه است که ببینن امیال تقریبا 1000 قطعه در موبایل ما شاید باشه. از 1000 قطعه 1000 دیزاین است. کلش نه اینترنتی را کشیدن نه چیز. طبعا خودمون جور کردیم که بعداً کتلاک جور شده است. دیگه فعلا ما دیزاینر رو انتخاب میکنن مود زیادتر که یکی گل قیفی میگیم گل قیف است و یکی قلب. همین دو دیزاین زیادتر یک ذره زیادتر انتخاب میکنن. حالا خودت کی گل را میزنی؟ این به نام چی یاد میشه؟ این به نام گل قیف گفتم میشه. خب بسیار خوب. چند رقم گل استفاده میکنی در این کجاهای موتر را بیشتر؟ یگان موترها هستن ببینید که هر طرف چه گل باران کردن دیگه. نه یگان تا بسیار ساده و بسیار مقبول باز معلوم میشه. کدامش به نظر خودت زیاد خوب است؟ زیاد گل باران میکنی یا ساده و ظریف؟ ذوق خلاله گل مختلف است. ذوق مختلف است. اون نظر به ذوق است که از گل باران زیاد چیز میکنه و در پیش ما کسا تقریبا 80% یا 90% ساده را انتخاب میکنه. این باز کدام نباشه ساده است یا گل باران است؟ این دیگه ساده است. نه قدر گل باران زیاد است نه بیخی ساده. دیگه دیزاینر که ساده است چیز مقبول است. که مود روز دیگه براتون میگم مود روز از دیگه دیزاین. یا است مود شده است. این گلایی که استفاده میکنی اینا تازه هستند؟ برگای تازه است. برگ چی است؟ به نام چی؟ این برگ به نام مارچوبه ما میگیم. ها مارچوبه. بله. اینا خود افغانستان قابل یافته است یا از خارج میارید؟ نه فعلا دیگه گل از کلش از افغانستان است. خب بسیار زمستان یک ذره مشکل گل داریم ما که از اینجا نمیباشه باز گل از پاکستان میاد دیگه. در بهار تمام گل از خود افغانستان است. خب بسیار خوب. خب دوستا شما تماشا بکنین این رفیق ما کار میکنه رویش
امروز زیاد هم صحبت نمیکنیم که مزاحم کارش نشیم، خدا نکنه باز سر ما قهر نشن. یک کمک کار موتر را پیش ببره، باز امروزشان بیشتر صحبت میکنیم. هم گلکاش ببینید، شما هم کارش را ببینید دوستا. سلام، خوب هستین؟ بخیر بود، سلام. شما خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. اول میشه که برای دوستا یک معرفی بکنید، خدا بشناسیتون دوستا. اسم من هدایت الله است، یکی از این دکاندارای می کوچه گل فروشی است. کاکا هدایت بگیمتان، ماما هدایت بگیمتان، در کدامش راحت هستین؟ زیاد کمونه بود. آره کاکا خودت. خب بیا خیلی ماما هدایت میگیم. کاکا زیاد عام شده است، نه هر کس کاکا میگه به خاطر. ماما هدایت چقدر وقت است که در این مسلک گل فروشی هستین کار میکنین؟ والا دیگه یک 25 سال میشه دیگه تقریبا اینجا آمدیم کار کردیم دیگه. اینا دوستا هر کسی رو گمرسان میکنیم ماشاءالله از 10 سال خیش پایین نبوده، هر کدامشان نام خدا 15 سال 10 سال 25 سال. چند دانه شاگرد از دستان فارغ شده در بخش؟ والا ما خودمون هم دیگه خود قدر چی نیستیم، کار کردیم، خود شاگردی تیر کردیم، باز اینجا فعلا در دکان هستیم. شاگرد هم داری اینجا باز؟ یک داریم دیگه، 2-3 نفر هست. چند تا از شاگردایتان رفتن دیگه جای باز دکان باز کردن؟ تو فارغ هم دادی شاگرد یاده؟ نه دیگه خود هنوز قدر چی نیست که دیگه خب بیا خیر باشه، باز هیچ که نشد باز خیر است، من بهم پیش شاگردی میکنم مرا باز فارغ دیگه. بعضی کس آمده دیگه یک چند وقت کار کرده باز رفته دیگه تو چیز دیگه جای دیگه باز این طور گپا هست. خب یا باز دیگه هر جای چند جای کار کردن، چند جای کار که باز آموختن باز رفتن دکان باز کردن. در مورد گلا میشه برای دوستا بگوین که چند نوع گل پلاستیکی یا مصنوعی دارین در اینجا، چند نوع گل تازه دارین در دکانتان؟ دیگه گل تازه کسه می گل مرسل گیلاور میگن شد دیگه، گلای دیگه بیگان گلک های دیگه کسک به حساب اینمی سوسن میگن چند چیز دیگه است دیگه. زیاد مراوت کسا بی گیلدون و چیز زیادتر مردم استفاده میکنن مرسله. این گلای پلاستیکی که هستن اینجا اینا از خود افغانستان ساخته میشن، در بیرون ساخته میشن میارن اینا را؟ نه خیر، نه یا خارجی است دیگه، طرفای چین و جای آمده دیگه است. چین میاد گلای تازه ما دیگه از خود وطن است یا باز می گلای رقم کس بله تازه کس دبار از اینجا میباشه، باز زمستان که میشه دیگه چون که هوا بسیار سرد میشه بعد از خارج کشور از پاکستان میاد. این گلای تازه باز خیر دیگه بتونه تکمیل کنین دیگه. باز گلای مصنوعی که از بعضی باز این گلا که از اینجا با جور میشه چون که از چوبی است به حساب از دمیج ساخته میشه باز استفاده میکنیم. کدامش باز زیاد مقبول است؟ یا ای که ساخت وطن هستن یا از طرف چین و پاکستان و هندوستان یا میان، یا کدامش مقبول؟ والا دیگه مقبولی خارجیش مقبولی داره دیگه، باز ذوقا فرق میکنه، بعضا او را میگیرن، بعضا این رقم گلا میگیرن، بعضا خارجی را. خب باز خارجی که از چون کجا ما چیزای پیشرفته هستن مملکت، هر چیز معاهدات دارن، مواد خامش به حساب دیگه، او یک ذره باز جذابتر میباشد، مردم خوش میکنن، چیزایش بیشتر نیست. بیشتر گلایی که مثلا ما در خانه داریم نه از گلبته زمانی که باز میکنیمش یک روز اثرش تیر نمیشه و 2 از پیش ما خشک میشه. نه این گلای تازه را که شما میارین چند روز قابلیت نگهداری را پیش ما داره، چند روز پیش شما تازه میباشه. والا دیگه نظر به هواست دیگه، باز ما هر روز اوج بدل میشه، تازه میشه، چینده میشه، قطع میشه و پایانش نگه باز نگهداری کار داره، زحمتش بکشی باز دیر میمانه به حساب، اگه نه که باز چی نکنی اوشا نگردی باز زود خدا خراب میکنه. بخیر سلامت باشیم و مدایت از خودت سلامت باشین. پیام حرفی گفتنی اگر داشته باشین کمری ما در خدمتتان است. نه تشکر دیگه، زنده باشید دیگه. نمیخوام یک پیام میز که خداوند یک صلح و آرامی و یک کاربار مردم از اینجا رونق بتن افغانستان. بخیر باشین سلامت. چیز ما دیگه خیلی ممنون از شما، تشکر. خب دوستان عزیز تشکر از شما همچنان که تا این دم برنامه ما را بیننده بودین. شما هم کانال یوتیوب هدف میدیا را سابسکرایب بکنین، در تیک تاک، اینستاگرام و همچنان فیسبوک هم هدف میدیا را تعقیب کنین. اگر کدام انتقاد، پیشنهاد یا نظریه دارین پای کامنت برام بنویسید. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار.